سلام بچه ها، خوش آمدین به کانال زون آف فایر. امروز براتان آموزش میدم که چطور در ماینکرافت یک خانه لاکچری و رویایی بسازیم. خانه ای که هر کس ببینه حیران میمانه. اگر میخواین یک خانه شیک مدرن داشته باشین که همه به شما حسادت کنه، تا آخر ویدیو با ما باشین. خب اولتر از همه میریم یک برنامه دانلود میکنیم که تمام نقشه های ماینکرافت در اونجا وجود داشته باشه. اسمش هم هست مودز مپس. ایره سرچ میکنین. خب اول اینی برنامه اول که آمد باش با شما بیارم. این ایره دانلود کنین. ایره خودم هم نصبش کردیم. خب من بازش میکنم. وقتی که باز شد میبینین بسیاری از مودهای جا وجود داره از ماینکرافت و میریم در قسمت مپ، تکسچر، خیلی چیزهایی هست. خب ما قسمت مپ کار داریم. خب اینجا خیلی چیزها وجود داره. در قسمت کریشن میرین. از اینجا یک خانه های لاکچری پیدا میکنین. خیلی نقشه های زیاده است. مثلا من مسیف ورلد انتخاب میکنم. میرم پایین، اینستال میزنیم. خب بازم اینستال میزنین، خودش اتوماتیک به برنامه ماینکرافت وارد میشه. صبر کنیم. خب خودتان دیدین در اونجا import successfully نوشته شد. پلی را بزنین. در حال بررسی نقشه است. ببینیم جواب میده یا نمیده. من میگم 100% جواب میده. خب اینم از خانه لاکچری ما که اینستالش کردیم از او برنامه. ببینین چقدر باحال است، تمام چیز داره و حتی ایره به رفیقایتان نشان بدین که بگوین خودم جور کردیم، حیران میمونه. چقدر لوکس است. ببینین خیلی چیزها داره. خیلی خانه بزرگ است. اگر اینستالش کنین و دنبال هر چیز بگردین خیلی چیزا پیدا میکنین در خانه. و حتما یادتان نره کانال را سابسکرایب کنین تا چیزهای جالب بیشتر از اینها به شما آموزش میدم.